آیا پیش از رسیدو در تشناب خود را تر مونید؟ فکر مونید که در عجله خود را در تشناب برسونید؟ در دوران روز بیشتر از حد معمول در تشناب مورید؟ یا بیشتر از یک دفعه در شاو بال شده در تشناب مورید؟ پس شما شاید به اختیاری داشته باشید. مردمای زیادی به اختیاری دچار هستند. خبر خوش ای است که شما میتونید در این باره چاره‌ای بکنید. به اختیاری زمانی است که شما کنترل ادرار یعنی شاش خورا از مثانه یا مواد غایطه یعنی مدفوع خورا از روده به صورت ناگهانی از دست میدید. از هر 4 کلان سال که در استرالیا زندگی نه، یک دانشی دچار به اختیاری است. این ارقام زیادتر از 5 میلیون نفر است. و فرق نه که شما در کدام سن و سال، جنسیت یا از کدام فرهنگ هستید. به اختیاری میتونه به خاطر تکلیفی های صحی مانند مشکلات پروستات، نفس تنگی، بیماری شکر یا کمزوری عقل یا اتفاقای زندگی مانند حاملگی، زایمان یا یائسگی باشه. بلده تداوی و مدیریت خوبتر تکلیف خوب به یک متخصص صحی مراجعه کنید تا که شما هنوزم در تمام جای رفته و از فعالیت‌های رقم زندگی لذت ببرید. بلده کسب مشوره و معلومات درباره خدمات محلی امی لازم به خط کمکی ملی به اختیاری در شماره 1800330066 زنگ دهید و یک زندگی با کیفیت را به دست بیارید.